بشوقا وينادي. اولین نفری که عالم نمیشه انسان خجوله، کسی که شرم و حیای زیادی داره و این شرم و حیاست در محلش نیست. این شرم و حیای او در محلش نیست، روش نمیشه سوال بکنه، جواب بشنوه، بیاد در محضر علما مثلا بنشینه، سر کلاس درس بنشینه، اگر بنشینه هم فقط یه گوشه نشسته داره میشنوه سوال و جواب، یا رو نداره. میگن هر کسی رو نداره روزی نداره، اون جای خودش. خیلی هستن رو ندارن اما روزی دارن. ولی شرم و حیا سبب محرومیت میشه در علم، عالم نمیشه. دوم منتقد، کسی که میاد تو جلسه ها هدفش فقط نقطه ضعف گرفتنه و انتقاد کردنه، هیچ کاری دیگه نداره، نه انتقاد سازنده. خوشش میاد که من رفتم فلانجا از فلانی انتقاد کردم، نقطه گرفتم، جواب من نتونست بده، مجابش کردم. اهل عمل هم نیستا، فقط هر جای گفتن یه جریانی هست، برنامه‌ای هست، فقط میاد نقطه بگیره، انتقاد بکنه. اینم عالم نمیشه، چون که هدف نداره از اون سوال کردنش و مطرح کردن سوالش. سوم متکبر، انسان متکبر، اینم هیچ موقع عالم نمیشه. اگر عالم هم بشه علمش برکت پیدا نمیکنه. مهم عالم شدن نیست، مهم برکته. مهم تاجر شدن نیست، مال جمع کردن نیست، مهم برکت ماله. مهم جوان بودن نیست، مهم برکت جوانیه. مهم سالم بودن نیست. خیلی هستن سالمن برکت ندارن، معصیت خدا دارن میکنه. آدم هم هست که 2 تا پا نداره، دست هم نداره، اما حافظ قرآنه. چشم بینا داره، 1 سوره قرآن از بر نیست. گوش شنوا داره، 1 سوره قرآن از بر نیست. جوان هست که کوره، چشم نداره، فقط از گوش استفاده میکنه، هم با گوشش میشنوه و هم با گوشش میبینه، اما حافظ قرآن. پس مهم سلامتی نیست، مهم برکت سلامتیه. مهم عمر نیست که تو عمر داشته باشید، مهم برکت عمره. فلانی 100 سالشه، تو 100 سالش چه کار کرده؟ فلانی 20 سالشه، تو 20 سالش خیلی کارها کرده. 15 سالشه، خیلی کارها کرده. مهم مرد بودن نیست. فلانی زنه. یکی از دوستان میگفت که یکی میخواست که حرفی بزنه، منزلت کسی رو پایین میاره، گفت فلانی از زنم پستره. تو یک جلسه ای فلانی از زنم پستره، از زنم کمتره. کی گفته زن پسته؟ که تو اینطوری داری تشبیه میکنی فلان مرد از زن پستره. کی گفته زن پسته؟ تو داری میگی زن پسته. زنهایی بودن که به کمال رسیدن که هزارها مرد نفسشون نمیرسه، به ناخنشون نمیرسه. ام المؤمنین خدیجه، ام الاشراف بهش میگن، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنهما، بیست سال سنش بوده، دنیای علم بوده. ام المؤمنین حفصه، فاطمه زهرا رضی الله عنها، اینها به کمال رسیدن. پس این نیست که اگر مرد بی برکتی دیدی اونو تشبیه بکنید بگید از زن پستره. نه، مرد بی برکت درسته از زن بی برکت پستره، ولی مرد بی برکت و فاسق و فاجر و خلافکار و بی ایمان ما نمیتونیم بگیم از زنهای مؤمنه طاهره طیبه عالمه فاضله متقیه از اینا پستره. كثير النقاء فأنتم أضأتم لنا